نوریدین آموزگار جغرافی است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد. اما با جای درس دادن در یکی از مکتب‌های میانه که شرط تحصیلی بی پول و گرفتن دیپلم است، به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. 7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود، دادم دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی میکردم، نه خانه میکردم، نه ماشین گرفتم میتوانستم. برای همین یاد اومدیم به روسیه کار کردیم. شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پول بودجه میخواند، باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را 10 ها کس با کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کس بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پول 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. سال 2024 281 نفر این روی آموزگاری طریق بودجه خود تزریقی ختم کردند. از این 109 نفر این به جای کار حاضر شدند، 60 روزه تشکیل می‌دهند. از این 94 نفر با سبب به جای کار حاضر نشدند و 18 نفر این 6 روزه تشکیل می‌دهند که به جای کار حاضر نشدند. 9 نفر ما علاقه بسود پیش میاد شد. از این 5 نفر مبلغ‌های بودجه دولتی را برگرداندند در حجم 13125 سوم. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 هم 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتر آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می‌آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریباً 1650 سومانی برابر به $150 است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا به سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذشتند یا به مثل قهرمان گزارش ما نوریدین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.